ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 91. قتیبه به خلیفه نو آسی شده استقلال خود را اعلان کرد و امید از پشتیبانی مردم خراسان داشت و حتی نسب مادر خود را خراسانی برآورد. ولی عاقبت سال 715 همراه برادران و پسران و 11 نفر مقربانش کشته گردید و دیرتر بعضی پیروان اسلام او را شهید برحق اعلان کردند. شهادت او را به قضاوت خداوند حواله نموده. فقط می افزاییم که قتیبه به سبب سوگندی در یکی از نبردها خورده خود آنقدر مردم را کشت که به تمام معنی کلمه از خون آنها آسیاب روان گردانید، گندم آرد کرد و از آن آرد نان پخته تناول نموده زنها و دختران آنها را در حضور آنان به لشکر عرب قسمت کرد. رسالت قتیبه ابن مسلم با همین انجام یافته سرزمین ماوراء النهر با ضرب شمشیر عرب ها فتح گردید و دین مبین اسلام تا حدودهای چین پیروانی زیاده پیدا کرد. بعد مرگ قتیبه ابن مسلم کشورکشایی عرب ها در آسیای میانه مدتی قطع شده باشد هم امپریای پهناوری آنها قسمت شمالی افریقا، کناره های اقیانوس اتلانتیک و اسپانیا، اندلوسیا، آستان کنستانتینوپل و واحه های قفقاز، مرزهای ماوراء النهر و کناره های شرقی چین و حدودهای رودی هند و شمالی هندوستان را فرا گرفته از بزرگترین امپریه های عهد قدیم امپریه کوروش کبیر و اسکندر مقدونی به مراتب افزونتر گردید. مبارزه استقلال خواهانه فداییان سوخت و ختلام بر ضد عرب ها. بعد مرگ قتیبه ابن مسلم قدرت سابقه و نفوذ عرب ها در ماوراء النهر رو به کاهش آورد. در عهد خلیفه عمر دو ابن عبدالعزیز سالهای 717 719 که بعد مرگ سلیمان به خلافت رسیده بود از کسان اسلام را پذیرفته جزیه سرانه ستانیده نمی شد. دیرتر در نتیجه افزودن ناراضگی های عاموی خلیفه به والی خود در خراسان جراح ابن عبدالله سالهای 717 719 دستور داد که مردم محلی مسلمان شده را از پرداختن انداز آزاد نموده به جای آن اوشر 10 حاصل زمین ستاند. ولی هم عاملان خراج عرب ها و هم اشرافان و زمینداران محلی از اجرای این امر خلیفه که باعث کاهیدن درآمد آنها می گردید به طور آشکار و نهان سرکشی می کردند. در نتیجه ناراضگی مردم چاچ، سوخت و فرغانه افزوده در میان اهالی آوازه‌ای پهن شد که گویا بعد فرارسی سال 100 هجری تقریباً
به سال 719 راست می آمد، حکمرانی عرب ها در ورارود انتها می یابد. شاید همین آوازه اضطراب در میان حاکمان سابق ماوراء النهر انگیخته، موافق معلومات گومیلیوف سالهای 718 719 بخار خدا تخشاد و یخشیدی سوخت غورک به امپراتوری چین نامه روان کرده از او به مقابل عرب ها فرستادن لشکری امدادی را درخواست می نمایند. مضمون نامه فرستاده غورک آن بود که ما سوختی ها هر سال قشون زیاد گرد آورده به مقابل عرب ها می جنگیم. امسال دوره آخرین حکمرانی عرب ها می باشد و لشکری ما برای شکست دادن آنها کمی می کند. اگر شما به یاری ما یک مقدار سرباز فرستید، عرب ها را از ملک خود پیش کرده سرزمین شما را هم از آفت آنها نجات می بخشیم. امپراتوری چین از دستگیری مردمی سوخت خودداری نموده باشد هم آتش مبارزه های استقلال خواهی اوج تازه می گرفت. ناگفته نماند که سال 717 به دربار خلیفه عمر ابن عبدالعزیز یک گروه نمایندگان شهر سمرقند به عرض و دادخواهی رفته از امیر المؤمنین اسلام خواهش می نمایند که زمینهای کارمی از جانب قتیبه ستانیده را بازگرداند. خلیفه اسلام به والی خراسان و قاضی محلی دستور می دهد که ضبط کرده گرفتن زمینها را پیشگیری نموده به عرض دادخواهان برسند. اما والی خراسان جراح ابن عبدالله بهانه پیش می آورد که این زمین ها در اساس قرارداد صلحنامه بین قتیبه و ساکنان سمرقند به صفت پاداش صلحانه ستانده شده اند و او حقوق بیکار کردن این قرارداد را ندارد. به بالای این او به اسلام آوردن اهل سوخت شبهه نموده طلب می کند که پیر و جوان چون دلیل مسلمان شوی سنت ختنه را بجای آرند و سوره های قرآن را از یاد تلاوت نمایند. گستاخی واری خودسر به بالای سوخته نمکاب شده، ناراضگی مردم و عزم استقلال خواهی فداییان را نه تنها در سوخت بلکه در دهستان، جرجان و طبرستان می افزاید. یکی از آشوب‌های بزرگی که تقریباً سال 718 به مقابل اندازستانی‌های افسون و جبر و بیدادگری عرب‌ها در خراسان سر زد، شورش جرجان و طبرستان می باشد. مردم آزادیخواه جرجان قبل از اسیان با عرب‌ها 3 مراتب جنگیده به مبلغ 100,000 200,000 و 300,000 تاوان جنگ پرداخته بودند. پیشوای آشوبگران سپاه بدی جرجان که از نسب شاهان ساسانی بود، حاکمی دستنشان و لشکری موجوده عربها را کشته ساکنان طبرستان را به مدد خواندند. به مقابل شورشچیان سرلشکران عرب محلب، یزید و اسد ابن عبدالله مبارزه بیرحمانه برده با اهل طبرستان صلح بستند و آشوبگران تنها مانده جرجان را در قلعه کوهی یک چند ماه محاصره نموده عاقبت شکست دادند. به خبر طبری سرلشکران عرب 40,000 باشندگان جرجان را از دم تیغ گذرانیده 5 میلیون درهم غنیمت را بودند. شورش های پی در پی خراسان به ماوراء النهر راه یافته علنگه های آن در سوخت بالا گرفت. سیاست اندازستانی زورآورانه و جبر و ظلمی بی اندازه، اینچنین تیز و تند شدنی مناسبت جراح ابن عبدالله با اخشیدی سوخت غورک
به قول از نامه فرستادن غورک به خاقان چین آگاه شده او را عوض کردن می‌خواست، باعث افزودن ناراضگی مردم می‌گردد. شاید از همین خاطر خلیفه عمر ابن عبدالعزیز از والیگی خراسان الجراح را برکنار ساخته به جای او عبدالرحمن ابن نعیم الحمیدی را تعیین کرد. واری نو به خراسان آمده به جای غورک خیش ترخون دیوشتیچ را اخشیدی سوخت و سمرقند می گذارد. دیوشتیچ که اصلا در پنجکند قرار داشت، در ابتدا با عرب ها سازش بسته خود را جانبداری آنها وانمود می سازد و موقع خود را در سمرقند استوار می نماید. آشوب غورک و قرزنج. در این هنگام خلیفه عمر ابن عبدالعزیز وفات می کند و غورک فرصت را برای اسیان ضد عرب ها مناسب یافته اخشید فرغانه، افشین استرافشان و خاقان ترک را به مبارزه یک جایه دعوت می نماید. او با مدد اخشید فرغانه و شاهزاده ترک کرسول قلعه باهلیه را که در مضافات فی حالا نرپی جایگیر بود محاصره می نماید. عرب هایی در محاصره مانده با عوض 40,000 درهم صلح کرده در مجموع 70 نفر از جمله 14 نفر اشرافان با نفوذشان را به گرو می گذارند. آنها به طور نهانی قاصد فرستاده از قرارگاه اساسی عرب ها مدد می طلبند و به یاری آنها مسیب ابن بیشر رسیده می آید. ولی سپاه افسون مسیب هنگامی نبرد از جانب لشکری متحده غورک و شاهزاده ترک شکست خورده رو به فرار می آرند. در این نبرد واری دست نشانی عرب ها در سمرقند با نام شوب و صدها نفر استیلاگران کشته می شوند. واری نوی خراسان سید ابن عبدالعزیز 720-721 به مقابل آشوبگرانی سوخت آمادگی دیده 2 مراتب لشکر می کشد، اما هر 2 دفعه هم شکست می خورد. شاید در همین شب و روز دیوشتیچ مبارزه استقلال خواهانه را پیش گرفته از قرارگاهش به حاکمان و شاهان مضافات‌های اطراف از جمله فرغانه، چاچ، استرافشان، ختلان مکتوب نوشته آنها را به مبارزه یک جایه دعوت می کند. در همین هنگام جبهه دویوم آشوبگران تقریباً آخر سال 720 و آغاز سال 721 به میدان مبارزه برآمده در قلمرو سوخت 2 دسته آشوبگران ضد عرب ها تأسیس می یابد که هر کدامشان علاهیده مبارزه می بردند. از این خاطر خلیفه سید ابن عبدالعزیز را برای ناعهده برایی و سرکوب کرده نتوانستن آشوبگران سوخت برکنار ساخته، بجایش لشکرکشی بیرحم و مکار سید ابن عمر الحرشی را سالهای 721-722 واری خراسان می گذارند که در ظلم و ستم از قتیبه ابن مسلم کمی نداشت. الحرشی در سرگه رود زرفشان سربندی ورقسر را خراب کرده اول ساکنان سمرقند و دیهه های اطرافش را از آب محروم می سازد. سپس او جانبداران غورک را محاصره کرده برای تسلیم شدن با شرطهای امتیازناک تلقین می نماید. غورک احتمال از غایتی کمچینی غذا و آب
و تکلیف‌های تسخیر کننده برقرار شدن به مسند اخشیدی عاقبت تکلیف صلح را میپذیرد و اسلام می آورد. در نتیجه جانبداران غورک به دو گروه تقسیم شده، یک قسمش به جانب عرب ها می گذرند و مطابق معلومات بلازوری لشکری 10,000 غورک همراه عرب ها متحد شده بر ضد آشوبگران سوخت می جنگند. گروه دیگر با سروری دهقانی با نفوذ قرزنج از قبول کردن اسلام و دادن خراج و جزیه سرانه روی تافته حتی از کشت و کارکرد زمین ها دست می کشند و از سوخت سمرقند به سوی فرغانه کوچ بستن می خواهند. مطابق معلومات تبری غورک آنها را بازداشتن خواسته با اطاعت و پرداختن خراج و نرفتن از سوخت تشویق می کند. ولی تقریباً 8-9 هزار باشنده سوخت با سروری قرزنج که از نسب شاهزاده های سوخت بود، مردمان روستاهای فرپی، ابرگر، اشتخان، بیارکت، ساسکت و بوزیمجان همراه پیشوایانشان سوی سرزمین اخشید فرغانه الوتر روانه می گردند. همین طریق استقلال خواهان سوخت به 3 دسته، یکی جانبداران غورک، دیگری جانبداران قرزنج و سیومی جانبداران دیوشتیچ تقسیم شده قابلیت مبارزه متشکلانه را از دست می دهند. گذشته از این مضافات سوخت هم به 2 قسم تقسیم شده، قسمی به غورک و قسمی دیگر به دیوشتیچ اطاعت می کردند. گروه سوختیان جانبدار قرزنج برای آن سوی فرغانه رهسپار گشتند که بعضی مضافات های این وادی از تصرف عرب ها بیرون مانده بود. گذشته از این چندی از پیشوایان آشوبگران سوخت با اخشید فرغانه الوتر قرابت و شناسایی داشته با هدایت دیوشتیچ از او وعده پناه دادن آشوبگران سوختی را گرفته بودند. هنگامی که سوختیان پناهجوی به فرغانه وارد شدند، الوتر از تعقیب و کینه‌خواهی سرلشکری عربها سعید الحرشی هراسیده مناسبت خود را با آشوبگران سوختی دگرگون می سازد. او بهانه پیش می آورد که جایی وعده کردهش در استمنام موضع اسفره بعد 40 روز آماده می گردد و او در این مدت به بیخطری آنها کفالت داده نمی تواند. آشوبگران ناچار در خوجند باز می ایستند و الوتر عهدشکنانه پسری عمکش نیلن را به حضور سعید الحرشی می فرستد تا که او را برای لشکرکشی به مقابل آشوبگران در خوجند قرار داشته تشویق نماید. سعید الحرشی که در نزدیکی دبوسیه سمرقند لشکرخون داشته عزمی به مقابل آشوبگران دیوشتیچ رفتن داشت، در حال تابستان سال 722 سرلشکرش عبدالرحمن القشیری و پسری او زیاد ابن عبدالرحمن را با سپاه پیشاهنگ همراه نیلن سوی خوجند رهسپار می سازد. از دنبال آنها نیروی اساسی عربها با سروری سعید الحرشی راه خوجند را پیش می گیرند. آشوبگران سوختی از نزدیک آمدن لشکری افسون عربها آگاه شده از اخشید فرغانه الوتر امداد می طلبند، اما او خود را از جنگ کنار کشیده بهانه پیش می آورد که تا 40 روز حمایت آنها را بر دوش نگرفته است و به جنگ عربها مداخله نخواهد کرد. آشوبگران ناچار به حمایه و جنگی نابرابر آماده گشته در بیرون دروازه های رباط خوجند چاه‌ها می کنند و بالایش را با قمیش و خاک می پوشانند.
آنها یک چند عربی اسیر افتاده را از دروازه قلعه رها نموده گویا از پسی اسیرانی فراری امداد طلب تاخته آنها را دستگیر کردن می‌خواهند. فوجی سواره های عرب به مدد اسیرانی هم نسبش میشتابند و به چاه افتاده خود اسیر میگردند. عربها قلعه خوجند را محاصره نموده با منجنیقها رخنه زدن میخواهند. آشوبگران ناچار با شرط آزاد کردن 150 اسیران عرب، پرداختن خراج سالی گذشته و آینده، سپردن سلاح و بازگشتن به سوق صلح می‌بندند. اما دیری نگذشته پی می‌برند که به دام فریب سید الحرشی افتادند. سید الحرشی با بهانه آنکه ثابت نام شاهزاده مضافات اشتخانی سوخت زنی عربی را کشته زیر دیوار قلعه گورانده است، پیمان صلح را شکسته او و چندی از مقربانش را به مرگ محکوم می نماید. قرزنج از این عهد شکنی برآشفته هموطنانش را به آشوب و جنگی نابرابر می خواند. سغدی های بی سلاح با چوب دست و سنگ مسلح شده به عربها حمله می آورند و از دو طرف کسانی زیاد کشته می شوند. سید الحرشی همه آشوبگران سغدی را وحشیانه قتل می نماید و به قول طبری تنها 400 نفر تاجرانی از چین آمده سغدی مال خود را به عربها داده جانشان را می رهانند. بعد غارت خوجند و دیهات اطراف آن، سید الحرشی 7000 مردان قبیله جنگی را قتل نموده علوتری خیانت پیشه را وادار می سازد که برای نگاه داشتن مسندش 100,000 دینار صلحانه، 50 غلام و 50 کنیز یک کچین پیشکش سازد. سپس او برای سرکوب نمودن آشوبگران دسته دیوشتیچ به سمت بالا آب زرفشان حرکت می کند. دسته های دیوشتیچ که هدفی از عقبه شهرستان گذشته در فرغانه با آشوبگران قرزنج متحد شدن و با یاری حاکمان محلی و اردوی ترک ها بر ضد غاصبان عرب آغاز نمودن مبارزه آشتی ناپذیر را داشتند، از اثر خیانت علوتر و غورک به ناکامی دچار گشته در نزدیکی دیهه قم در قلعه ابرگر، حالا با نام قلعه مغ مشهور است، استحکام گرفتند. به مقابل دیوشتیچ تیر ماه سال 722 سپاه یکچین عربها با سروری سلیمان ابن ابو سری یک جایه با دسته های متحده خوارزمشاه شوکر ابن خموک شاه اهارون و شومان اورم حرکت نمودند که لشکری پیشاهنگ را مسیب ابن بیشر فرماندهی می کرد. فداییان دیوشتیچ از قلعه به فاصله 1.5 فرسخ 7-8 کیلومتر پیش آمده در تنگنای قلعه قم استحکام گرفتند و محاربه نخستین را آغاز کردند. در نتیجه جنگ های شدید هر دو طرف تلفات زیاد داده باشند هم دسته های به موضع محاربه آشنای غورک حالی هموطنان سغدیشان را تنگ نموده آنها را به عقب نشینی وادار نمودند. سغدیان استقلال خواه در داخل قلعه ابرگر سنگر گرفته مبارزه را ادامه می دادند. چندی نگذشته ذخیره آب و خوراکواری آشوبگران تمام می شود و آنها در حال ناگوار می مانند. دیوشتیچ مبارزه را در قلعه ابرگر ادامه بخشد هم از بی نتیجه بودن مقاومت و به گرسنگی و محتاجی مبتلا شدن همسفانش اذیت می کشید. او همراه عربها به گفت و شنید آغاز نموده پیشنهاد می کند که
در صورت بخشیدن حیات 100 خاندانی اصیلزاده‌ای در محاصره بوده شخصاً تسلیم شده به حضور سید الحرشی می رود. عرب ها چون همیشه کفالت نگاه داشتن حیات 100 خاندانی با نفوذ سغدی و رنج و آزار ندادن دیوشتیچ را می دهند و او اختیاراً به حضور سید الحرشی می رود. سرلشکری مکار عرب دیوشتیچ زیرک و خردمند را خوش می پذیرد و حتی به خود همسفر و همنشین می سازد. اما از میان ماه نگذشته او را در میان راه کیش و اربنجان 4 میخ کرده وحشیانه به قتل می رسانند. سرش را به مرکز خلافت دمشق و دست راستش را به سلیمان ابن ابوسری می فرستند. گذشته از این سید الحرشی همه مال و اموال 100 خاندان رها یافته را ستانیده، سپس آنها را چون جانبداری دیوشتیچ مسندی اخشیدی را ربوده به اختیار غورک می فرستد و شاید غورک نیز از آنها قصاص ستانیده با دست خود چندین هموطنان استقلال خواه را با بهانه یاری دادن به دیوشتیچ رقیبش سر می زند. همین طریق مبارزه های استقلال خواهانه سالهای 720 722 آشوبگران سغدی با خیانت همدیاران به ناکامی گرفتار شده موج اسیانهای آزادی خواهانه در سغد و فرغانه سرکوب می گردد. ولی کارنمایی های فرزندان فدایی و وطن پرست هیچگاه فراموش نمی گردد. حجت های قلعه مخکی سال 1932 در خرابه های کوشک ابرگر یافت شده اند. قریب 80 سندی با خط سغدی در چرم و کاغذ و چوب کتابت شده می باشد که از روزگار و آثار این مردان به ما حکایت نموده خاطره نیکی آنها را در طول عصرها محفوظ داشتند و کارنمایی ها و مقام و منزلتی نیاگانی سربلندی ملت تاجیک را تا زمان ما رسانیدند. خلیفه عرب عاقبت سید الحرشی را برای جبر و ظلم و از مسلمانان اندازی افزون ستاندنش از والیگی آزاد نموده باشد هم او چون قتیبه به فرستاده های خلیفه اطاعت نکرده قتل و غارت را ادامه میداد. بر روایت طبری او هیکل و مجسمه های گرانبها، ظرف های زرین و سیمین و طلای و تنگه زیادی جمع آورده به اهل سپاهش تقسیم می کرد و به مقابل فرستاده های خلیفه و دیگر دشمنان خود می جنگید. ولی آنگونه‌ای که قتیبه پایدار نماند، سید الحرشی نیز با همه ظلم و سیاست و پخش کردن آشوبها سال 722 از مسند خراسان برکنار شد و به جای او مسلم ابن سعید سالهای 722 724 آمد. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори 91-ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хоҷамқул, коргардон шералии нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.